شما باید مدام این سوالها رو از خودتون بکنید. دور بر چه کسانی هستم؟ اونها چه تأثیری بر من دارند؟ چه چیزی برای خوندن به من میدن؟ چه چیزی برای گفتن به من میدن؟ دارند منو به کجا میبرند؟ چه چیزی برای فکر کردن به من میدن؟ و مهمتر از همه، چه کسی از من دارند میسازند؟ و بعد مهمترین سوال رو از خودت بکن. آیا این وسط مشکلی نمیبینی؟ همراه گروه‌های سطح پایین نشو. رشد نمی کنی. برو به جایی که سطح انتظارات و خواسته ها بالا باشه. برای بعضی ها فقط باید چند دقیقه وقت گذاشت. چند ساعت زیاده. دورور کسانی باشید که بودن با اونها به رشد شما کمک می‌کنه.